سلام به تمام دوستای عزیزم، خوش آمدین به یک ویدیوی جدید. رمضانتان مبارک باشه. امیدوارم رمضان خوب داشته باشین. امروز برای افطاری میخوایم سوپ افغانی درست کنیم. بسیار آسان و خوشمزه، گرم و لذیذ برای افطاری خوب. بریم درست کنیم. مواد لازم: 500 گرم سینه مرغ، 3 قاشق غذاخوری روغن، 5 قاشق غذاخوری جعفری، 5 قاشق غذاخوری جو پرک، 150 گرم زردک، جواری و نخود سبز، 3 نعل سیر، 1 پیاز، 3 قاشق غذاخوری کورنفلور، عصاره مرغ، ادویه‌جات، مرچ سیاه، نمک، زردچوبه، مرچ سرخ به مقداری که خوش دارین اضافه کنین. در یک دیگ روغن ما رو میریزیم. وقتی که داغ شد پیاز ما رو اضافه میکنیم. پیاز ما که تف خورد نعل سیر ما رو اضافه میکنیم. حالا ادویه‌جات ما رو اضافه میکنیم. بعد سینه مرغ ما رو اضافه میکنیم و سرخش میکنیم. حالا بیاین که عصاره مرغ ما رو با یک قاشق له کنیم. مرغ ما که سرخ شد حالا 4 گیلاس آب بزنید. و نوبت عصاره مرغ ماست که علاوه کنیم. زردک، جواری و نخود سبز ما رو علاوه کنیم. حالا سرش رو ببندین و بذاریم به مدت 30 دقیقه بجوشد تا مرغ ما نرم شود. بعد از نیم ساعت سرش رو باز کنید و مرغایش رو از دیگ بکشید تا مرغای ما رو ریش کنیم. حالا مرغای ریشه شدگی ما رو پس در آب جوش میریزیم. یادتان نره که زیرش روشن بانید که بجوشد. حالا هم نوبت جو پرک است که بریزیم. وقتی که جوش آمد حالا کورنفلور ما رو اضافه میکنیم. در یک کاسه کورنفلور ما رو ریخته و یک کم آب بریزیم حل شود و بعد کم کم شور داده در سوپ ما بریزیم و شور داده رفته بریم که ته نگیره سوپ ما. آل جعفری ما رو اضافه کنیم. وقتی که تمام موادهای ما رو شور دادیم حالا بذاریم به مدت 5 تا 10 دقیقه زیرش کم بجوشد که سوپ خودش بگیره. بعدش سوپمان آماده سرو می باشد. این هم از سوپ خوشمزه افغانی ما. امیدوارم خوشتان آمده باشه. اگر درست کردید لطفاً در کامنت ها بنویسید که چطوری آمده بود، خوشتان آمد، خوشتان نیامد. تشکر که تا اینجای ویدیو با ما بودین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره. دوستان دارم. رمضان خوب داشته باشین. خدا نگهدار.